آقا من گواهینامه‌مو بین‌المللی کردم ولی اصلا حواسم به این نبود که من این عکسی که دارم میبرم چون زده بود جزو مدارک مورد نیازش یک قطعه عکس. بعد حواسم به این نبود که این عکسی که میخوام ببرم و میخوان بزنن این رو و من این عکس زمان نوجوانیمو برداشتم با این همه حجاب و این همه داستان گذاشتم. بعد اومدیم بیرون تازه میبینم آقا احسان میخند. تازه میبینم احسان داره میخنده بهم میگه کاش یه عکس دیگه میدادی. میگم اینو الان باید بگی دیگه. اینم از این دیگه. خلاصه آقا من رفتم گواهینامه‌مو بین‌المللی کردم. الان این چیزی که به من دادن 6 ماه اعتبار داره اونجا. بعد از 6 ماه میتونم برم. صدای هلیوسه اگه میاد. بعد از 6 ماه هم باید برم خود گواهینامه رو بگیرم. ولی احسان چون چشاشو عمل کرده بود و گواهینامه‌اش با عینک بود بعد میرفت دوباره گواهینامه بدون عینک میگرفت. ولی حالا یه چیزی که مثلا که جدیدا اومده، نمیدونم مثلا جدیده یا ما تازه فهمیدیم، اگه گواهینامه رو اقدام کنی میتونی از اول بین‌المللیشو اقدام کنی. یعنی از اول برای گواهینامه بین‌المللی میاد، اونجوری خیلی خوب میشه. ولی یه ماه طول میکشه که یه ماه میشه تقریبا یه هفته مونده به رفتن ما. حالا امیدوارم که به موقع بیاد. مثلا اگه ما زودتر میدونستیم این کارامون، مثلا حتی منم میرفتم دوباره گواهینامه میگرفتم که گواهینامه بین‌المللی شه. ولی خب یه ماه طول میکشه دیگه. ما همه کارامون و مدارک و ترجمه اینا رو انجام داده بودیم، اینو گذاشته بودیم لحظه آخر که ویزامون اومد. ولی حالا گفتم که بدونین اگر میخواین از اول میتونین زودتر برین گواهینامه بین‌المللیتون رو بگیرین. برای یه سری از کشورها همون گواهینامه استفاده میشه و اعتبار داره دیگه. همین دیگه. آخه خیلی دیگه گشتم. چیزایی که از بازار خریدم گفتم بیام نشونتون بدم. چند تا از این محافظای کفش گرفتم برای توی چمدون. دیگه مهمترین چیزی که میخواستم از این کیسه های وکیوم بود که 2 تا سایزشو گرفتم، 80 در 110 که بزرگترین سایزش بود، با سایز چیکسرش هم گرفتم. آره با 60 در 80. بعد یه تعداد از اینا گرفتم واسه اینکه لباسا رو اینجوری وکیوم کنم. اینم بازشه. از اینجا وکیوم میکنی. اگه جنسش خوب باشه زود پاره نمیشه. ولی حالا یه چند تایی هم اضافه گرفتم انشالله که پاره نشه. چند روز مونده به رفتن؟ 26 روز مونده به رفتن. اما آخر ترسم به واقعیت پیوست. ساعت 2 شبه. 20 دقیقه به 2 اینه که هتل خیلی گرونه واسه هفته اول و خونه و ایربی‌ان‌بی هم خیلی سخت پیدا میشه. اکثر جاهایی که نزدیک دانشگاه پره و ما بدون جا موندیم. اینه تا اینجا. چی آجی؟ خوابگاهه.
ولی من میگم با تمام این تفاصیل اون خونه خوبه نیوشه یا برو ایر بی ام بی اون خونه رو نشون بده. از اینترنت هم هست. از 7 تا 14 تا 13 نه اینو خوشمون اومده، ولی مشکل اینجاست که یه اتاق توی خونه یک آدم دیگه ایه، یعنی یه رومه. حالا قیمتش هم خیلی خوبه برامون، توی 2 هفته به نسبت هتل خیلی بهتر در میاد. فقط هم اون تاریخ داره و اینکه الان نمیدونیم چیکار کنیم، بلد نیستیم، اولین بارمونه داریم میریم. نه میگه 5 مینیموم 5 شب بعد بشه، 1 شب 2 شب 3 4 5. یعنی اینجا 7 12 قبول میکنه، 7 13 قبول میکنه. میگه 13 اورینتیشن ویک شروع میشه، یعنی ما از فرداش منش خیلی شلوغه، یعنی 7 12 من باز تو این یه روز باید بریم دنبال خونه بگردیم. ولی میگن اگه بخوای رنت کنی خونه رو از اول باید چی داشته باشی؟ سابقه اجاره سابقه اجاره داشته باشی، یکی اونجا معرفی کنی که تو رو معرفی کنه، معرف داشته باشی، و اینکه مثلا حساب بانکی و حقوق تو اینا مشخص باشه برای خونه رنت کردن. وگرنه سایت های خونه رنت کردنش هم رفتیم دیدیم چیه؟ چی ریال استیت و دامینو. دلار کانادا شده 52,000 تومان. میشه ببینم؟ این کانادا 52 تومان، اصلا دلار آمریکا 73، دلار استرالیا بود 38 تومان. باورم نمیشه که 3 ماه پیش بود من داشتم اینا رو میچیدم. بابا هم که همیشه کارهای فنی با باباست. دوباره دارم جمع میکنم. در مورد فروش وسایلم هم اومدم یه چیزی رو بگم توی ویدیو. من یه کانال زدم توی تلگرام دیگه، همه وسایلم رو عکس گرفتم با قیمت گذاشتم توی کانال با توضیحات و قیمت و اینا. خب یه چیز دیگه ای که همه میگفتن که بهتره که با خودمون ببریم و از همینجا بگیریم چون احتمالاً ارزون تر باشه، آداپتوری بود که به برق اونجا بخوره. یه دونه آداپتورشون اینجوریه، ایناش کجه. خب یه دونه از اینا پیدا کردیم که اینش میچرخه، یعنی صافم میشه، حالا الان یه دستی نمیشه، صافم میشه کجم میشه. این نوشته برای استرالیا، اینم برای آمریکاست اگه صافش کنی. یه دونه هم از این آداپتور همه کارها گرفتیم که این دیگه هر جای دنیا ببری میخوره. هم از این کجا داره، هم از اینا داره، هم از اینا داره. باز دوباره اینش هم میچرخه، اینجوری میشه. این یکی هم که مال اروپاست. اینم از این.
دستت رو دوربین نیست؟ خب الیاس یه بو کن ببین چیز متفرقه یه وقت تو چمدون نباشه گیر بدن. بسرم خیلی ممنون. الیاس بیا اینجا. بودو بیا. نه شکم نیست مهندس دیگه 98 کیلو. فاینانشیل تمکن رو پیدا کن. جاب سرتیفیکیت اینه؟ خیلی برای بانک پارسیان یه چیزی تو سربرگ بانک پارسیان آخرین برگت من دارم میبینم اینه؟ یه دونه هم داری. خب بذار تو مدارکت جدا نه دیگه چی مربوط به اینه؟ خب یه دونه هم هست ترجمه سند خونه فاین تایتل دید نوشته اصلشو برده این دوتا با هم کپی هم داره؟ نه پسر من تو اینجا نشستی مراقب چمدونای من باشی. آره مامان، آره خوشگلم. اینجا هلیه، این ور چمدونم. بالاخره پیداش کردم بعد از گشتنهای فراوان. یعنی همه چی بودا به جز اینا. من نمیدونم چرا انقدر کمیاب شده. بعد دقیقا رنگی که میخواستم من پیدا کردم. از این پلاستیکی مسافرتی هاست. قاشق چنگالش هم پلاستیکیه، چون من قاشق چنگال مسافرتی استیل اینا دیده بودم دوتایی، ولی اینا پلاستیکیه. بشقاب داره، قاشق داره. لیواناشو خودم داشتم ولی الان این ستو این با جعبه نمیبرم. جعبهشو باز میکنم، فقط 2 تا بشقاب و 2 تا قاشق چنگال میبرم. مامان تهران پارس کردیم. اومدیم تهران پارس کردیم. بالش دورگردنی خریدیم، زعفرون خریدیم دیگه، ظرف پلاستیکی خریدیم. با خانوم که از دوربین فراریه. خشک درخت‌ها. خشک شما قشنگ.
هلیوس ریخته پروازمون خیلی خوبه. از همین اول راضی از همین اول تفاوت رو دارم. بریم دبی میبینمت. خب ما رسیدیم دبی. پرواز بعدیمون که به بریزبنه یه نیم ساعتی عقب افتاده، تأخیر داره. الان اومدیم فعلا یه جایی بشینیم، یه ذره استراحت کنیم، بعد بریم بچرخیم یه چیز بخوریم تا پرواز اون برسه. یه چیزی که خواستم بگم یادم رفته و تو ویدیو بگم اینه که ما جای صندلیامونو از قبل یونس کجا رفته بود درست کرده بود؟ تو سایت توی ایرلاین همون امارات تو سایتش رفته بود انتخاب کرده بود صندلیامون از قبل. مخصوصا برای پرواز بعدیمون که طولانیه 13 ساعته خیلی مهمه که جامون کجا باشه. حالا هم یه ذره نزدیک به سرویس بهداشتی باشه که تو 13 ساعت نخوایم مثلا اذیت شیم راه بریم، همین که جایی بذاره که مثلا کسی بغلمون نباشه بتونیم راحت بریم و بیایم. دیگه جامون از قبل گرفته بودیم، وقتی دیگه بوردینگ پسمون رو به اون میدن همینجوری شانسی جا رو نمیدن، از قبل جامون رو مشخص کردیم. دیگه چکین هم میتونین تو سایت همون ایرلاین برین انجام بدین. الان منتظریم که حالا فعلا که نیم ساعت گفتن تأخیر داره، ببینیم کجا اعلام میکنن ما بریم برای پرواز بعدی. یه ذره فعلا فرودگاه رو ببینیم. گوشه بود و هواپیما خسته. هیچی بهم ندادن. دادن و من دوست دارم. نه اینو نگفتم، راستی از دیروز گردنم گرفته. یه اتفاق دیگه هم افتاده که نباید میافتاد. خلاصه که با سختی داریم میگذرونیم. الان بریم یه چیز بخوریم تا پرواز. See you later. ما بعد از 3-4 ساعت نشستن توی فرودگاه دبی الان اومدیم از گیت رد شدیم که بریم برای پرواز بعدی. اینجا که رد شدیم تمام وسایلمون رو باز کردن دیدن، یعنی کریان و کوله و کیف دستی منو گفتم باز کردن، همه رو دونه دونه دیدن، چک کردن. خیلی عجیب بود چون زهول شدم من همه رو باید دونه دونه باز میکردم، نه که حالا همه رو بریزم بیرونا، ولی مثلا گفت زیپ چمدونام باز کردم، دوباره زیپ تویشو باز کرد، اینا رو زیپاشو باز کرد، کولم و زیپاشو باز کرد، مثلا اینجوری یه نگاهی کرد و داد، نه که حالا بخواد همه رو بریزه بیرون، ولی خب بازم یه هایی من وسایلم زیاد بود خیلی هول کردم دیگه. همین دیگه بریم واسه یه پرواز طولانیه انشالله که جذاب.
خسته شدی؟ خیلی خوابم میاد. دیشب آمد 2:30 خوابیدیم 8 بیدار شده. یه چیز خوبی که اینجا داشت این بود که فری وای فای داشت. آره بدون محدودیت، نه محدودیت حجمی نه محدودیت زمانی. حوصله‌ام فهمه. وگرنه خیلی سخت بودیم 5 ساعتی که اینجا بودیم، ولی با وای فای گذشت. بعدی شدیم و یه چیز جالبی که داشتیم بود که مسافرها رو به ترتیب میفرستادن. زون بندی داشت، خیلی زیاد بودن، یعنی تعداد مسافرهای این پرواز خیلی زیاد بود و زون بندی کرده بودن و یه ترتیبی میفرستادن مسافرها، یه همه نمیریختن بیان. بعد اینکه این یکی از پرواز قبلیمون هم حتی بهتر و جادارتر و مثلا فاصله صندلی ها خیلی زیاده، همون قسمت حتی اکونومیش و پرواز خیلی خوبیه دیگه. امیدوارم که 13 ساعت راحت بگذره تو این پرواز. چی داریم؟ میشه کمک کنیم؟ باز شد. اینو داریم. اون خامه‌ای داریم. آب داریم. استرالیا شدیم ولی تا بریزبن هنوز 3 ساعت و نیم دیگه راهه. حالا این بغلیه ما، این ردیفاش 3 صندلی است دیگه. بغلیه داره ماهی میخوره، بوی ماهی زده تو دماغ من، یعنی دلم درد میکنه، گردنم درد میکنه، سرم خدا رو شد درد. من فکر کردم فقط سرم درد کنه، برعکس شد دیگه. حالا بریم تا برسیم. آها اینو یادم رفت بگم. ببین یعنی تو فکر کن که ما توی این 14 ساعت این بالش دور گردن
همراهمونه رو کامل علامت بزنیم، دلیل اومدنمون و تاریخ ویزامون و اطلاعاتمون و همه چیمون و سر همین دکلریشن فرمه که خیلی مثلا میگن استرالیا گیر میده و هر چیزی رو نمیذاره وارد کنین و مواد خوراکی نیارین ترجیحاً و حالا کامل باز توضیحش رو بهتون میدم، ولی این دکلریشن فرمه که الان میتونین یه اسکرین شات هم بگیرین اگر خواستین داشته باشین ازش. چه حسی داری که رسیدی فرودگاه بریزبن؟ هواپیما هم بهت گفتم این کاری که کردین از 199 تا خوبه، یه دونه بعد اونم دلتنگی که هنوز تو فرودگاه حسش تو وجودم هست از کسایی که اومده بودن، پدر مادر، همین و اینا همه چی اوکی.